ایده برآمده شد. طور ما گفتیم جلسه غیر نوبتی شروع برگزار کردیم و طبق قرار شورای مذکور ریاست دانشگاه باید یک چند تدبیرهای ضروری دیده برای از جمله تغییرات و تجدید نظر نمودن بعضی کاتدرها، فاکولته و مسئله دیگر گفتیم که اتستاسیای آموزگاران و نفرانی که دانشجویان ایروهای زیاد بیفتن نسبت فعالیت آموزگار، سواد آموزگار، معرفت آموزگار البته ایروهای زیاد شد و من کمیسیا وقتی کار سر میکنم از نفرانی که عموما کار علمی ندارن و فعالیت پداگوژی مشغول کم هستن ما چاره‌های ضروری دیده میکنیم. چقدر آموزگاران در روی خط مثلا الو اونجا در این شکل بهای دو بهای اعلا در دیگر شکل به نظر سنجید. البته فکر میکنم که بعد اون که اتستاسیا گذرانده میشود این نفران معلوم میکنه. با همین معلومات ما شما شده ممکن است یا نه باز اصلا باید جنبه اتستاسیا بود.